صدوق در من لا یحضره الفقیه به عنوان قال الصادق میگوید از سجود علی طین قبر الحسین ینبر الی الارضین السبعه. چه قوقاییه و چیه راز مطلب در این خاک؟ چه اثریه که امام ششم فرمود سجده بر این خاک تا زمین هفتم را منور میکنه. هنوز مطلب فوق اینه. مطلبی که محیر العقوله اینه که کان لابی عبدالله علیه السلام کان به نحو استمرار این قضیه بود. چه بود؟ خریطه از دیباج صفرا. در این خریطه از دیباج صفرا چه گوهری بود؟ وقتی نگاه کردن دیدن مشتی خاکه. هر وقت نماز که میشه این خاک را پهن میکنه. بعد که سجده کرد مردم نگران این عملن. امام کلمه ای فرمود که من از شرح اون کلمه عاجزم. روایت به اسناد معاویه ابن عمار و سند از شیخ به معاویه ابن عمار صحیحه و در این روایت امام فرمود ان السجود علی تربة الحسین یخرق الحجب السبع. 7 حجاب را سجده بر این خاک پاره میکنه. هیچ دقت کردید چه شد؟ چه گفتیم؟ خاکی که از این طرف تا زمین هفتم رو نوربارون میکنه، از طرف بالا تا حجاب هفتم را پاره میکنه. این خاک چه قدرتی داره؟ اون کسی که سایش روی این خاک افتاده او کیه؟ خاکی که این قدرت رو داره که امام ششم رئیس مذهب ولی مطلق هنگام سجدهش باز در خرق و حجب از این خاک استفاده میکنه و جبهه روی این خاک میگذاره. اینو یک فقیه نبیهی خواهد فهمید چیه. روایات تکبیرة الافتتاح رو بخوانید. چرا 7 تکبیره؟ سر 7 تکبیر چیه؟ 7 تکبیر چون حجب 7 حجابه. 7 تکبیر معین شده. چه شد که معین شده؟ ریشش این بود که ایستاد به نماز. پسر خردسالی که روز عاشورا سکش به نام او خورده آمد کنارش ایستاد. پیغمبر فرمود الله اکبر. این پسر هم گفت الله اکبر. درست نگفت. هنوز طفل به زبان نیامده بود. به تکبیر هفتم تکبیر رو درست گفت.
جبرئیل نازل شد گفت تکبیرات سبعه باید باشه تا حجب به این تکبیرات خرق بشه. از اونجا این اثر روی خاک قبر حسین ابن علی آمد. این امام حسینه، این چنین او رو بشناسید، این چنین به مردم معرفیش کنید، شاید نظر لطف فرزندش شامل حال شما بشود. و السلام علیه و علی اولاده و اصحابه. اللهم صل علی ولیک حسین ابن علی ابن ابی طالب عدد ما فی علمک صلاة دائمة بدوام ملکک و سلطانک.